شاید بتوان گفت این اولین ولای زندگی منه. بعد از اینکه 5 سال مهاجرت کردیم و من نمیدونستم قرار مهاجرت کنیم و قبلش ولایر باشی یا برعکس. خلاص داریم میریم سمت آرش، بعد بریم یه ناهاری بزنیم لب دریا، جاتون خالی، چون که هوا خیلی خوبه، خیلی. و برای چی دارم با پله ها میرم؟ به خاطر اینکه آشغال دستمه و زی فرهنگ سازی هم بکنیم اینجا. اینجوریه که چون آشغال ممکنه از وقتی یکم بو بده تو آسانسور، بهتره که نریم بو بگیره و یه فضای محبوسه. اینم از فرهنگ سازی امروز من این قسمت. ویدیو قبلی دوربین رو به صورت عمودی گرفته بودم، حالا دوباره گرفتم و اینکه آشغالا رو انداختم. داریم میریم لب دریا، بریم با آرش. الان سر کاره، برم سمتش و بعدم یه ناهاری بزنیم. ماکارونی درست کرده بودیم و هیچی دیگه. هوا خیلی خوبه، جاتون خالی. آقا من میخواستم یه چند کلامی صحبت کنم. از اونجایی که چه اینجوری حرف میزنم، از اونجایی که کاری جز صحبت کردم بلد نیستم، گفتم که به اون عده از افرادی که دوست دارن مهاجرت کنن، من واقعا هیچ تخصصی توی این راهنمودها و اینکه بیاین نیاین چه جوری بیاین اینا واقعا ندارم. ولی خب دوستانی دارم که میتونن کمک کنن. اما یه نکته، بیاین، فقط بیاین. یعنی میگن، خیلی هم میگن نیاین، خیلی مهاجرت معکوس میکنن، خیلی هم میگن سخته. خب قطعا سخته، خب ولی من به عنوان آدمی که خودم خیلی همیشه لوس بودم و همیشه بچه ممانی بودم، ولی وقتی با خودم میگم که وقتی من از پسش تونستم بر بیام، خیلی های دیگه هم میتونن از پسش بر بیان و اینجا خیلی خوبه. تازه ما توی یه شهر خیلی معمولی هستیم، یعنی سطح خیلی بالایی نداره توی اروپا، مثلا خیلی متوسط، حتی شاید رو به پایین هم باشه. اسم شهرمون جنواه و من تا قبل از اینکه مهاجرت کنم اصلا نمی‌دونستم همچین شهری وجود داره. با یه دفتر مهاجرتی صحبت کردم، کمکم کردن و اپلای کردن. اینجا رو من دیدم و رفتم ویدیوهاشو دیدم تو یوتیوب و خیلی خوشم اومد. و بزرگترین حسنی که داره اینجا اینه که دریا داره، به خصوص برای من ایرانی که مرکز کویر زندگی میکردم به نام اصفهان و این خیلی جذابه. الان دوستم این رو برورم بهتون نشون بدم، یه لحظه ببینید. اینجا خیلی شبیه چهارباغ اصفهانه. من خیلی خیابون کنار خونمون رو دوست دارم، همیشه همین قدم میزنیم، یب میزنیم با آرش یا بقیه بچه‌ها. خلاصه همین. حالا برگردیم به بقیه صحبت‌ها. اینکه جنوا رو آشنا شدم و اومدم و می‌خواستم بگم که بعضی از بچه‌ها هستن از اقوام و دوستان خودم، اطرافیان خودم، که خیلی دغدغه مهاجرت دارن، از این جهت که کدوم شهر چه جوری و مثلا رشتم میشه نمیشه. آقا فقط جدی میگم بیاین. یعنی خیلی ها بودن اینجا، من دیدم اونقدر رشته مورد علاقهش نبوده یا رشتهشو عوض کرده تا اومده اینجا، ولی به مرور زمان گلیمشو از آب کشیده، زبون اون شهر رو یاد گرفته و تونسته بره سر کار و خیلی هم الان خرسندن همشون. یعنی من اگه واقعا یه نفر بود که ناراضی بود تو اطرافیان من بیرو در واسه میگفتم الان که داستان از چه قراره. و میدونم مهاجرت به این راحتی ها نیست. من دارم حالا میگم هی بیاین، حالا باشه فرشاد ما منتظر بودیم تو بگی بیاین. نه، من منظورم که اگه تردید خاصی یا ترسی توی دلته که نگرانش هستی، به نظر من دیگه نباش. خب چون که احساس کنم
هر جور که بهش نگاه کنی به مرور زمان این مهاجرت به تو ثابت میکنه که چه کار درستی کردی و چه تصمیم خوبی گرفتی. و واقعا برای منم خیلی سخت بود و من واقعا تنها اومدم اینجا، کسی رو نداشتم. حالا بعضی از بچه‌ها دیگه الان تو هر مهاجرتی بکنی یه رفیقت اونجا هست، یا مثلا بعضی با پارتنراشون میان. خب اینا خیلی کمک میکنه. من تا حالا ولاگ نگرفته بودم، سخت دستم درد گرفت. بعد دیگه همین، جدا همین، زبانتون رو تقویت کنین، زبان انگلیسیتون رو. تنها نکته مثبتی که همه جا به دردتون میخوره، هر شهری از دنیا که برین، حتی جایی که زبان اولشون واقعا انگلیسی نیست، شاید زبان دومشون هم انگلیسی نباشه، ولی یه برگ برنده است، خیلی برگ برنده ایه و میتونه زندگیتون رو عوض کنه. و برای من که اینجوری بود. حتی من الان زبان ایتالیایی 5 سال اینجا دارم زندگی میکنم، به سختی میتونم صحبت کنم، حتی میتونم بگم نمیتونم درست صحبت کنم، ولی خب میفهمم چی میگم. اما با همون انگلیسی تونستم کار پیدا کنم، تونستم تازه کاری که مربوط به رشتمه، حتی کارهای غیر مرتبط هم تونستم توی رستوران کار کنم و خب نیاز به زبان زیاد نداشت. ظرف شستم دیگه، چون پیش خدمت بودم، همه جور کارا. ولی خب اون زبان انگلیسی کمک میکرد و یه نکته دیگه هم کمک میکرد، اون پررویی، اون جسارته که بری تو دلش رو بخوای که بهتره کنی. دلم بیاین پاشیم بیاین. خب من باید بیشتر بلاگو اینجوری بگیرم و نشون بدم که کجا زندگی میکنن. ماشیناشون رو ببینی؟ همه فکر کنن اینجا الان همه لامبورگینی و بنز سوار میشن، ولی اصلا اینجوری نیست. البته خب شاید شهر ما اینجوری، اصلا میلان و مثلا برلین و یه سری شهرهای خفن‌تر و بزرگتر قطعا خیلی بهتر شرایطشون. اما خب این همین در همین حدی که تماشا می‌کنید. خیلی اینجا موتور دارن. این شهر ما چون خیلی سرمایه‌ای داره و جا پارک هم خیلی کمه برای ماشین، به نظر من اقتصادی‌ترین و عاقلانه‌ترین راه اینه که تو موتور داشته باشی. و اینا مثل ما ایرانی‌ها نیستن که خیلی دنبال چشم و همچشمی باشن. اینجوریان که هر چیزی که به نفع خودشون راحت تر هم باهاش انجام میدن. آره خیلی دارم چیزی یادتون میدم، حالم برای من بخوره از خودم. یه نکته دیگه اینکه به نظرم بهترین گزینه برای یه سری از بچهای ایران و ایرانی ایتالیا باشه، به چندین دلیل. یکی این که مهمترین دلیلش اینه که خب آقا ما اونقدر لازم مالی بیشترمون تو ایران وضعیت خوبی نداریم و 8مون گرون 9مونه. حالا بیادمون خودمون کار میکنیم و مستقلیم و به سخت داریم گذرانه زندگی میکنیم. یه عده حالا پدر مادرشون کمکشون میکنن، به جون خود من که تو ایران اینجوری بودم. ولی ایتالیا همونجور که همه دیگه میدونن بورس داره، بورس میده به همه ما ایرانی بورس میده، ولی خب اینجوری هم نیست که صفر پاشی بیای، ولی 3-4 هزار تا حداقل تو حسابت باشه، هرچی بیشتر بهتر. ولی خب واقعا همون 3-4 هزار تا هم جور کردن سخته. و اینکه این شطوره رو دیدی کلیپشو؟ بعد کلا به عادت راه رفتن عادت ندارم. خیلی قشنگ‌تر بوده. و این نکته های بعدی که ایتالیا خوبه، فرهنگ مردمشونه، خیلی مثل خودمونن، خیلی خاکیان، خیلی خوش مشربن، خیلی حرافن. این خیلی خوبه، خیلی با سریع اخت میگیرن. غذاهاشونه، درسته که هیچ غذایی در دنیا، حالا من همه غذاهای دنیا رو نخورم ولی میتونم قسم بخورم هیچ غذایی به پای غذای ایرانی نمیرسه، ولی باز غذاهاشون قابل تحمل‌تر از شهرها و کشورهای دیگه است. دیگه چی بگم؟ چقدر هوا خوبه. فکر کن وسط تابستونی، مرداد الان و اینجا آگوسته و 22 درجه است. این یکی از خوبی‌های شهر ماست. اینجا پشت چراغ قرمز غالبا همه وای میسن، ولی خب ایتالیا به نسبت کشورهای دیگه خیلی مثل خودمون تره، خیلی گاوترن.
و رد میشن کلا، حتی اگه خطا بدن باشه نباشه، قرمز باشه نباشه، ولی خب ما سعی میکنیم که رعایت کنیم. این شما این که به زودی وارد این خاک غربت میشین، دریای، حالا در این زاویه های بهتری نشون میدم. اینجا بهترین پارت شهر ماه. خب یه کوست لاینیه به قول خودمون، کسرا، و اینکه خیلی خوشگله، درختای نخل و چه میدونم مسیر پیاده روی باحالیه و کنارت هم دریایه و یه عده دارن آبتنی رو اشتغال میکنن. اینا رو از قصد من میگم برای اینکه دوستانی که تردید دارن پاشن بیان. حالا فقط هم مشکل تردیدشونه ها، یعنی زبانه و اینا دیگه اوکیه، وگرنه من که به قول بچه‌ها سگش باشم بخوام راهنمایی خاصی رو کنم. فقط دارم یه آقا بیاین. تازه این یه شهر درجه 2 و 3 توی اروپاه و من اینقدر دوستش دارم. تازه خیلی هم کوچیکه ولی اینقدر خوش میگذره، اینقدر همه خوشحالن، اینقدر مردم خوشحالن و بیا که تو هم خوشحال باشی، بیا که تو هم حالت خوب باشه و به خدا که تاثیر میذاره. یعنی هر چقدر آدم افسرده و غمگین و لهی باشی اینجا واقعا حالت خوب میشه. خیلی خوبه جدا. بچه‌ها میشناسم که تو شهرهای بزرگ زندگی میکنن و خب خیلی امکانات دارن که ما نداریم اینجا. مثلا چه می‌دونم یه سری برندهای معروف‌تر و یه سری مغازه‌های لاکچری‌تر و بهتر و یه سری تفریحات بهتر، ولی حسرت همین صحنه رو میخورن. چرا؟ چون واقعا شهرهای دریایی اینجوری که تو حالت خوب باشه بری کنار دریا حالت بهتر میشه، حالت بد باشه بری کنار دریا حالت خوب میشه و خیلی میتونه تاثیر بذاره توی زندگیت. البته من خودم زیاد اهل بیرون اومدن و دریا و اینا نیستم، ولی خودش همین الان دارم میبینم حالم خوب شد. اینقدرم بو کرم و ضد آفتابی دارم میاد عشق میکنه. خودم نمیدونم دارم چی میگیرم، امیدوارم که ختم به خیر بشه این ولاگ و اصلا نمیدونم چجوری باید ولاگ گرفت. بعد اینجاها رو نشون بدم، خودم بعد نشون بدم. خیلی خوبه. پاشیم بیاین. خب چند تا نکته دیگه هم بگیم. مثلا چی؟ در مورد مهاجرت در حد تجربه 5 ساله خودم دارم اینا رو میگم، محدوده و ناقص و پر از اشتباه، ولی خب دیگه دوست دارم گپ بزنم تا برسیم به آرش. آقا خواهش میکنم ازتون وارد هر شهری که شدین و اون شهر یا کشور زبان اولش انگلیسی نبود، در یادگیری زبان اون کشور تعلل نکنید. بخون سری زبانش رو. به خدا هرچی زودتر شروع کنی خودت خوشحال تری و خودت چه میدونم موفق تری به نظر من حداقل. 2 بچه هایی که برای مهاجرت تحصیلی اقدام میکنن، اومدی اینجا به تمرکز سر درس و زندگیت، درستو بخون. اینجا نگاه کن. شبیه یارو شدم که صندلی من گرفت، حس بدی دارم و این ندیدا داشتم میفتم. آره خواهشاً درستون رو زود بخونید، نذارین طول بکشه یا مثلا وقفه بیفته توش، هی سخت‌تر میشه. هرچی بیشتر عقب بندازی بدتر میشه. به عنوان آدمی که این اشتباهاتو کرده دارم میگم و نه من باز هم تکرار میکنم، پایین ترین فرد در سطح آگاهی خواهم بود. شرایط الان ایران خوب نیست، بیشتر سفارتخونه ها کار نمیکنن، نیستم متاسفانه، ولی تو رو خدا ناامید نشی. من خودم هم شرایطی داشتم میمدم کرونا بود و هیچ چیز دنیا معلوم نبود، میشه نمیشه چه اتفاقی قراره بیفته. خودم حتی توی پروسه ویزام نقصی خوردم، خیلی ناامید شدم. سربازی مزخرف دم باستان مبارک بنده بود و حس میکردم اون حرارتشو و شد کم نیاوردم. واقعا شاید بگم تنها باری که من جدا تو زندگیم جنگیدم همون موقع بوده. کم نیاوردم و اومدم و شد. اینجا
یه جایی که شاید فردا ما بیایم آرش، چون فردا مسلط به زبان فارسی آرش آفه ظهرش. من اینجا رو خیلی دوست دارم، باید کم میام اینجا و همه دارن اشغال میکنن. میبینی تو رو خدا سعی میکنم که چیزایی که دوست دارین رو پیدا کنم و زوم کنم روشون. اینه یک آدم مریض، منظورم بازی کردن آدم هاست و آدم هاست، قضاوت هم نکنید. و اینکه اینجا هم یه مرکز خرید خیلی مهمه که خیلی اقلامی که میفروشه از همه نوعش و همه چیش خیلی خوش قیمته و واقعا اینجا یه آدم معمولی با سطح درآمد معمولی دانشجویی هم میتونه چیزای خوب بخره، خورد و خوراک خوبی داشته باشه. واقعا میشه. آقا ما اینقدر از خوبی‌های مهاجرت گفتیم، بیاین راجع به بدیاش من بگم، چون هر چیزی دیگه خوب مطلق و بد مطلق که نیست. حالا چی هن اونا؟ شاید سخت‌ترینش برای آدمای احساسی تر چیز باشه، همون دلتنگیش باشه، دوری از خانواده و دوستان باشه که به خدا جدی میگم این دیگه همه ما میدونیم دیگه، آدما کلا ذاتاً عادت میکنن هر چقدر یه چیزی سخت باشه، مثل فراق و از دست دادن یک عزیز، چه از لحاظ مهاجرتی چه از لحاظ دور از جون مرگ، عادت میکنیم، میگذره. زندگی همچنان ادامه داره دوست عزیز. و اینکه برای مایی که مهاجرت کنیم تازه ساده تره به نظر من تا اونی که اون دوست عزیزی که تو ایران داریم، چون اون توی کثافت بنده خدا، شرایط سخت، آب و برق نداشته، هوای بد، ولی تو اینجا حداقل داری زندگی میکنی و لذت میبری، مال خودتی. آقا اینجا رو ببینید، تو رو خدا نگاه کن، تو رو خدا نگاه کن. خیلی دوست دارم اینجا رو، هر چقدر نشون بدم. الان 5 سال من اینجام، باز اینجا برای من قدیمی نمیشه. داشتم میگفتم دلتنگیه. مشکل دوم شاید بعضی وقتا بی پولی باشه، ولی نمیمونی تو همون ایرانش هم داری میبینی نمیمونی، یعنی یه جوری اوکی میشه، میگذره. برای من که تا الان اینجوری بوده خدا رو شکر. حتی شرط خیلی بدی هم تجربه کردم که شام شب نداشتم بخورم. هر جا رو نگاه میکنی یه نفر بنازم، نمیتونم دوربینو برگردم، نمیخوام برگردم. خیلی هم عالی. بیاین بچه‌ها، بیاین، واقعا بیاین. آره من الان میام. خداش هم میگفتم یکی ازم آدرس پرسید و دیگه چیا مثلا منو اذیت کرد. دوستای خوب و اونجوری که فکر کنی آدم و همه اینجا فلانن و خفنن و اینا، نه، یکم میزان اون دوست خوب و اون چیزای خاصی که تو مد نظرته کمتر میشه و هیچی خب مثل ایران نیست. دوستای ایران نمیشه، چون عمق داره، چون طول کشیده تا به اون حد رسیده. اینجا همه چی گذراه، میگذره. البته خود من باز اینجا دوست خوبی پیدا کردم، دوستی که جدیدن، یعنی تا اومدم اینجا باهاش آشنا شدم و همچنان با هم دوست صمیمی هستیم. عرفانی یلدای عزیزم از همینجا سلام نظامی به قول شایع. وای لامبورگینی بود، بالاخره یه ماشین خوب تو این شهر دیدیم. و اینکه آره چی دارم میگم، دوستی ها هم اونقدر دیگه پایدار نخواهد بود. آخه این عزیز دلو اشکال میتونم افتاده باشه. اینجا میان قایقاشون رو پارک میکنن و آدماشون هم به شدت قایق پرستن. از این تیکه های خز و چیپ که میگن آدم بی صبرانه منتظرم برم توی آب، توی دریا.
اینجا که اشاره میکنم اون کوه اون پشت، خب اونجا، خب پشت این کوه چیزه، پورتوفینوه. و خب یکی دیگه خوبیای اینجا که من قبلش نمیدونستم این بود که پورتوفینو به ما نزدیکه و من همیشه دوست داشتم پورتوفینو رو ببینم. یعنی اومده بودم ایتالیا، نه از ایران که اصلا نمیتونستم به این چیزا تصور کنم حتی که پورتوفینو رو ببینم. البته خب مثلا پورتوفینو رو میشناختم از اون جهت که آندره بوچیلی رو میشناختم، اون آهنگ I found my love in پورتوفینو رو خونده بود و کنسرت اونجا گذاشته بود، آهنگای ادیت پیافو خونده بود. مثلا با بابا میشستیم میدیدیم، خیلی حال میداد که چه خفن پورتوفینو، چه قشنگه. بالاخره ما تونستیم، من و پدر و مادر با هم و جای برادر خالی بریم پورتوفینو تو همون لوکیشن کنسرت و تجربه کنیم اون لحظه نابو. یه آبجو هم زدیم با پدر و جای همگی خالی، خیلی خوب بود و میخوام بگم که هیچ چیز غیر ممکن نیست. چقدر من قشنگ حرف زدم امروز، بنازم. یه خوبی که دارن، خیلی دوستش دارم، خیلی یهویی الان قدم میزنم میام، اینه که آدما حالشون خوبه و میخندن، یعنی با لبخند بهت نگاه میکنن. مثلا یه مشکلی دارن زیرشون میگن اسکل نگاه کن، ولی نه دوستم حداقل اینجوری هم هست، اینجوری برداشت کنم که همه حالشون خوبه و به خدا توی روی تو هم تاثیر میذاره. یعنی تو هر چقدر هم گرفته باشی تو روز بیا یه نفر به لبخند بزنه، حالت میزون میشه و همه در تکاپوان، آبتنی، بیرون، عشق و حال. ببین من اوایل که اومده بودم و حتی همین آخرین باری که خیلی خوشحالی دیگران غمگینم میکرد، خوشحالی مردم اینجا، همون دوران جنگ بود توی ایران که مثلا اینجا پر فستیوال و عشق و حال و اوایل تابستون بود این حرفا. بعد خب خبرها رو که میخوندم، بعد به هر حال این تا ابد با من و توی ایرانی هست که تو هر چقدر که آدم بیخیالی باشی و اینجا بخوای خوشحالی کنی. آره من و توی که تو این سن مهاجرت کردیم، تو این ایام یه ترومای همیشه با ما هست، یه دردی، یه غمی تو ته خوشحالیامون هست. البته نه اون غمی که درگیرت کنه، یهو مثلا وسط اون خوشحالیه و جشنه یهو میری تو خودت برای دقایقی. بدم نیست اتفاقا، اینجوریه که یکم عمیق‌ترت میکنه، یکم قدر بیشتر میدونی و این درده برای من ایرانی، من نوعی، من فرشاد باعث شده که قدر خوشحالیام بیشتر بدونم. سعی میکنم که هیچ وقت تو زندگی آدم عقده‌ای نشم به خاطر این مشکلات که تو ایران داشتم و مثل بقیه اینایی که اینجا هستن زندگی کنم، چون تو ایران واقعا نمیشه این کارا رو کرد. پس همین دیگه، یعنی میخوام بگم که اوایلا بعضی وقتا به قول بچه‌ها فومو داشتیم یا مثلا مقایسه میکردم خودم با اینا که میگه نگاه کن چه نوع جوونی داره، چه جوونی داره، اصلا نمیدونه تحریم چیه، تورم چیه، درد چیه، همیشه حالش خوب بوده، همیشه همه چی فراهم بوده براش. اونم غم و مشکلات خودشو داشته. بشینی با همون خارجیاش هم صحبت کنی، اروپایی‌ها یا هر آدم دیگه، اونم دوست مشکل دیگه داشته. به هر حال چیزایی که عادی بوده برای آدم، مثلا مشکلات بلوغش بوده، مشکلات خانوادگی بوده، نه مشکلاتی که ماها داشتیم. اما این نکته، ببین اگه ازت بپرسن دوست داشتی اینجا به دنیا بیای یا ایران، همه ما الان شاید 99% ماها بیدرنگ بگیم
هر جایی جز ایران. خب یا مثلا چه می‌دونم جای خوبه، نه هر جایی. ولی من همینجور که داره سنم بالاتر میرم جلوتر، خب خواه نخواه آدم‌ها به پختگی میرسن به خاطر تجربیاتشون، حالا یکی سریع‌تر یکی کندتر. ولی این ایرانی بودنه رو من روز به روز بیشتر قدرش رو میدونم، دوستش دارم. ایرانی بودنه رو من ایران رو دوست ندارم الانشو، من ایرانی بودنم رو دوست دارم. چرا؟ چون که بعضی وقتا با بیشتر این افرادی که اینجا بودن ارتباط برقرار کردم و باشون حرف زدم، ببین خوبه دغدغه نداشته باشی ها، خوبه مشکلی نداشته باشی، خوبه که مثل اینا اینقدر واویلا خوبه که گرما رو میگم. ولی ببین فهمیدن واقعی یه موسیقی، یه شعر، یه آهنگ، اون دردهایی که ما از هم درکشون میکنیم و با هم راجع بهش صحبت کنیم، اینا همیشه میشینن راجع به غذا صحبت میکنن. یعنی مثلا تنها دغدغه‌اش اینه که مثلا یادت چیز کردیم، پیتزا خوردیم، یادت چه پیتزای باحالی بود. همین خوبه ها یه جهاتی، ولی ببین عمق ندارن، اونقدر آدمای عمیقی نیستن و من اینو دوست ندارم. من به شخص اینو دوست ندارم، ولی خیلی علاوه تراوت و خوشگذرونی و اینا صد هیچ ما رو میزنن، یعنی و واقعا هم راضیم. حالا این که میگم عمق ندارن، سرانه مطالعهشون از ما خیلی بیشتره ها و از ما خیلی فهمی‌تر و از ما حتی من دیدم کاری‌تر و باهوش‌تر هم هستن. من حیث مجموع ایرانی ها آدمای باهوشی هستن، ولی در کل این درده باعث میشه که آدم یکم عمیق‌تر باشه تو خودش، تو خلوتش، تو اون فلسفه زندگیش. اینا اونقدر فلسفه رو جدی نمیگیرن، بیشتر فلسفه زندگی تو خوشگذرونی میبینن که خوبه، تهش هم باید آدم همینجوری زندگی کنه، ولی باز من میگم اون درده لازمه، اون درده نیازه، اون درده خوبه باشه تو زندگی. اینجا رو ببینید. به نظر من همه اون چیزایی که گفتم چرت و پرتی بیش نبود. آدم باید مثل این آقایی که اینجا نشسته لش کنه تو آفتاب، آبجوش کنارش باشه، لذت ببره، آب تنی کردن در حوضچه اکتون و گوه خوردم. همه اونایی که گفتم چرت و پرتی بیش نبود. آخه کی درد رو دوست داره؟ مریض. آقا ما رسیدیم به رستورانی که آرش توش کار میکنه، پیتزا میزنه و به نظر من حتی توی رنگ و ریویو هم به نگاه کنید توی اپ ها و گوگل، بهترین پیتزا فروشی شهره. اسمش هم فرادیاولوه اگه اشتباه نکنم. آره و خیلی لوکیشن خدایی هم داره و ساعت 3 هم الان ساعت 3 قاعدتا کارش باید تموم شه. ما میتونیم بریم نهار بخوریم بالاخره و یه حالی بکنیم تو آب. اینا اینجاست. بریم داخل ببینیم هستش یا نه. Hi. Arash is here? Sorry? Arash. He's my friend. چطوری ستون؟ Eat pizza, make love. یعنی اینکه غذا پیتزا بخوریم و عشق بسازید. معنی تحت لفظیشه. اینا خیلی عمیق تر از این حرف هست. ستاره ها نهفتن در آسمان ابری، دلم گرفته ای دور. بسه؟ آخیش باد خنکی میخوره به آدم.
خب بالاخره این کثافت اومد. من عقده‌ایم کثافت. چه قشنگ، شخصیت مزخرفی داره میاد. ستیق کرده. کار چطور بود؟ کار عالی واقعا؟ آره. مشتری نداشتیم؟ خلوت خب الان که دیگه داشتیم میبستیم، ولی چقدر خوبه بعد از 2-3 روز بارون و هوای ملایمی که ایجاد شده یهو مثلا یه آفتابی میزنه که تو میتونی قشنگ بری دریا و نشون دادم کامل. من میدونی که فقط همین امروز این آفتاب اومده. نه فردا هم داریم. فردا میتونی بریم دریا. فردا میتونی بریم دریا. من هفته دیگه دوشنبه، یعنی فردا نه پس فردا یک شنبه که آفم. دوشنبه خیلی خوب. دوشنبه شم آفم. دوشنبه مافی؟ احسن. خب خیلی خوب شد. از تو این خیلی نمی‌تونم چیزا رو بگم، خواستم در ادامه‌اش سه چیز دیگه بگم. بگو هر چی دوست داری بگو، اصلا خودت باش دیگه. آره دیگه. چقدر خصوصی و باحال اینجا. البته ما داریم نگاهش می‌کنیم، خیلی خصوصی نیست. نه یعنی علاوه تراکم جمعیت عرض کنم من همیشه تو دوربین باشم. بله. سعی کن همیشه حواست به دوربین باشه، خودت تو دوربین ببین. من نگاه میکنم میگن چرا نگاه میکنی؟ نه اینجا دیگه باید نگاه کنی. آره اون همون است که من حسرتشو میخورم. آره. تو نشونه بیننده های عزیزم بدی و بیا بریم. دارم میمیرم. این همون ترشکایی که گفتم، اینا رو میندازن روی آب و از منم بگی میرن روش. هوا چند درجه است؟ اشپاهال و یه روز آفتابی. چقدر زشت. منو داری میگیری یا خودتو؟ دارم تو رو میگیرم. به نازم. یه روز خوب و جزیره کیش. سلاطین هاپر. یادته؟ شب اومدم تو رستورانتون، دختره دوربینو دید اینجوری کرد. جدی؟ آره چقدر ناراحت شد. نه چون عقابه. چه با اباحت داشت بال میزد. فقط تویی داداش. خب این چون دیدی که آرایش نداشت. دخترم که حساسم روی این چیزا. دید دوربینه. چرا چی گفت؟ من جیغ زد؟ خیلی یهو ریاکت نشون داد که مثلا نگیری. گفت اوکی بگیری یا از خودش اوکی بود. داره ولی خجالت کشید بچه. آره اینا کلیسا میان بیرون لخ میشن. رسمش بگیرم. اینجا یه عادتی که دارم، از همینجا مستقیم از کلیسا که میان بیرون لخ میشن میپرن توی آب. همونطور که دیدیم پیرمرد که از کلیسا اومدن بیرون و اینجا کلیسایی که خیلی خوشگله. کلیسایی که منتهی به دریا. خوشگله. من اینجا پسرم. نمیتونم از زیبایی وصف نشدنی اینجا نمیدونم چی بگم. شما هم صحبت کنید از همونجا. جانم؟ میگم شما هم نظرت بگو راجع به این زیبایی وصف ناشدنی. فوق‌العاده جدا خیلی اینجا دوست دارم. داشتم میگفتم کلیسایی که منتهی میشه به دریا و این ویو زیبا. نمیدونم ببین انیمیشن 2-3 تا چیز دیدین یا نه؟ بیچ تور دیدم ولی اصلا سعی کن تو ویدیو. خب بریم همونجا، مسیر همونجاست. نهار همونجا میخوریم. اینجا هم بچه‌های نه میاره میشه گذاشت یا نه توی ویدیو؟ آره ساحل خیلی زوم نکن. کاملا زومه. آرزومه. اون نشون بده که من اینجا هم گفتم پورتوفینوی. پشت این کوه شهر پورتوفینو.
همون جایی که با کروز میشه تو دریای مدیترانه. ببین یه جای 5 دقیقه سایه فاصله است دور خونم که بتونیم از منم بگی برای جای دریا تو یه جای سایه طور که بتونیم نهار بخوریم. نهار بخوریم. کم نیست این ظرفا، خیلی جای کم میگیره. همش رو آوردی، همش اومد یعنی. آره خیلی زیاده اتفاقا. من میگم غذا رو بخوریم تا که بتونیم بعدش هم یه آبجو بزنیم. آبجو بزنیم؟ من میگم قبلش آبجو رو بزنیم. خیلی بچه‌ها واقعا؟ خب آره بزنیم اشغال کنیم بعد بریم. تمام اون اینجا خیلی خوشگله. میریم. فکر میکنم قشنگترین جای شهر اینجاست. اینجا باشه. همین مسیر ترسیدم. یه پرنده مرد. یه پرواز رو به خاطر بسپار، پرنده مردن نیست. و اینکه پورت هم من خیلی دوست دارم. پورتالابیا؟ نه. پورتانتیکو. پورتانتیکو هم خوشگله ولی من دوستش ندارم. چرا؟ خیلی دیاتیه، خیلی لولش پایینه. آدمایی که میان شاید یکم عجیب غریب باشن ولی اینجا خوشگله. اینجا تفریحی طوره بیشتر. نه اصلا نمیدونم میشه واقعا فیلم گرفت و نه گیر ندارم. نه بابا بگیر سواحل مثلا برای همین دوربینو دادم که اگه یه وقت زدنه یه چند نفری انگار تیر خوردن. حاجی دارن عشق میکنن. کاش ما هم آورده بودیم. بو رو میبینی بوی خوش کرم لوسیون لوشن این ندید بدیداییم این دهاتی ها. آره چی؟ 5 سال هم از اینجا بریم آبجو من میگیرم یا ولی بیا تو هم تو بیا. چاو چی؟ قبل لباس هم خوب نیست سر کار به زیبایی خودتون رو بخش سخت نگید. من خیلی خوشتی دو birra per favore. Birra. Dove? Sì. Questo. Ignosa. Media. Vai a portare via. از این یاد عزیزم ببخشید افتادم که میگفت یخش مکعبی باشید. مربی یاد عزیزم ببخشید افتادم میگفت یخش مکعبی باشید. آره دوستان بازی باحالی شده بود. آره دوستش با اون بازی کنه. باش بازی کنی بس. چی؟ بس. من میگم که اگر من لباسم خوب نیست. نه بابا خوبه لباسه. سر کار من خیلی خوشتیپ و خفنم. ولی الان اینجوریم. ان شاءالله تو برنامه هیچ کی به تو نگاه نمی‌کنه. الان همزن پشت سر تو نگاه می‌کنه. آقا نه باز کنم ببند می‌خوایم صحبت کنیم. چی؟ آقا آبجو رو الان داریم می‌گیری؟ بله. رکورده؟ بله. دیدی یه سری ادعیا اول فیلم مثلا اینجوریه کلیپو اینجوری شروع می‌کنم. رکورده؟ آره می‌خواستم بگم که مثلا میشه آرش بخوریم جمعش. آقا ما میتونیم پادکست بعدی همین الان استارتشو بزنیم. پادکست بله داریم. خیلی گرم نیست. اینجا اصلا تو نمیتونی صحبت کنی فکر کنم. من بهت ساعت میگم. ساعت نه ول کن. ساعت میبینم خودم واسه من. ساعت 9 شما ببین. 9 من. 9 تو. بسیار. اینا خوبه دیگه کرم نمیخوان بزنن اینا. منم کامل افتاد تو ویدیو ما. نه پاتو بردار. من یه جور نشستم کامل. من میخوام پام بیفته و اسکام داریم حتی کاش کرم آورده بودیم. من تو فکرش بودم ولی کرم نداشتیم. بعد بخریم. دیگه تموم شد. سیگار بری هم نمیبود. اینو ناموسن بذار ادیتور عزیز. نه این یه دونه من دکوری گرفتم خوشگل بود فقط. چیکار می‌کنی؟ یه ساعت تنظیم کردیم دوربینو. تقریبا بزرگ داریم. این افتاده پشت. آره صاف بگی که الان دوباره ادیتورها دوام می‌کنن. جدی میگم. حالا ما که هرچی بگیم آخرش ادیتورها یه چیز میگن یا بابا این میافته. این دیگه ننداز. دست نزن. چه اینجوری صحبت کردی با میگم دست.
ما هر چی بگیم فرشید آقا من یکم راجع به مهاجرت صحبت کردم با بچه‌های گروه خودمون رو نقد بکنم و بعد بگم ما هر چی بگیم و هر چی بگیم فرشید از اون میاد میگه محتواتون زرد خوب به درد نمیخوره. دانیال هم میگه خب نه دیگه بعد نقد کنن دیگه، واقعا هم اونقدر خوب نیستیم. حالا اینا که ندارم، بذار چند تا سوال ازت بپرسم، خواهشاً کوتاه هم پاسخ بده بچه‌ها ناراحت نشن. آقا من خوبی ها بدی مهاجرت رو گفتم، تو هم میشه یک دو تا خوبی ها بدی مهاجرت رو بگی؟ خوبی ها بدی ها؟ آره از نگاه کاملا شخصی خودم. آره اصلا میتونی خوبی باشه برای هیچ کسی خوب نیست، برای تو بوده یه بدی میخوام بگم چیزا این یکی دو تا خوبی که میخوام بگم قطعا از دید هر کسی خوب خواهد بود و دوست داره. یعنی مثلا الان اینجا که هستیم این فضای آزادی که نجم میخندی به خاطر چیز نیست، میگم به خاطر اینکه این آزادی و اینکه هر کسی هر کاری دوست داره میکنه و این چی آبجو خوردن الان واسه ما این آبجو خوردن عادیه دیگه، ولی توی ایران لب ساحل توی یه جای بدون ترس و لرز و اینکه وای الان این یارو لباس شخصی اون بسیجی این فلانه الان به گیر میدن شما رابطتون چیه شما گی این فلان چیه رفت نداره الان چه رفت مهاجرت نه منظورم که این دغدغه‌ها اینجا نه احساس کنم یه چیز دیگه میخوای بگی. نه این آخه پشت کمرش نقاشی گوشه بریده ونگو بود تاتو کرده. ببین الان ما اگر تو ایران بودیم نمیشد این خطا رو بزنیم، هیچ موقع ونگو نمی‌دید. من همیشه به هنر علاقه داشتم دارم میشه. آره من میگم فهمیدم بشه اینو بخور که بریم تو اینو بخوریم یعنی بخوریم نه خود سایه پیدا کنیم اصلا مرده چی بود بگو دو تا یه خوبی دیگه هم بگو برگردم بگو. این که میگم الان شاید کسی ببینه مثلا این که میگم این قطعه خب این که شاید الان یکی بگه که نه مثلا شما از آزادی همین بر ما از آزادی همین می‌خواید، یعنی فقط حالا دخترها مسئله حجاب دارن ما هم همین شلوارک ساده‌ای که من پوشیدم همینم گیر میاد. البته یه مقدار شرایط بهتر شده. خب این خوبی دیگه خوبی که خانمایی که رفتن تا گفتن مراقب سر ما باشین تا کی میخوان مراقب سر شما میخوان بخوام بریم تو بیزنس هستم نمیدونم نیست پای مینا من دیگه نماز بپذیرم آقا خلاص الان افتاده بودم خوبی دیگه که بتونم بگم چت دارم میتونم چت رو اینجوری بگیرم افتاد نزنم پایی اوه اینا زدن برای من بعد میشه ببین اینا چت چیزه اینا چت مخصوصه این کار چت ما اصلا اینا چه حالا واسه عوض کنن حوله میگن درست مثلا ما مهاجرت نکردیم که حوله نگیریم نه به حوله چیه بعدش هم بگید یه خوبی بگیم یه خوبی دیگه آخه دیگه چی بگم به لحاظ کاری و شغلی و اینا خب آدم امنیت شغلی داره حداقل میدونه تازه ایتالیا جزو رده پایین‌ترین هاست در مقایسه با کشورهای اروپایی دیگه و تازه مثلا واقعا مسخره است بخوام مثلا با هیچ جایی با ایران مقایسه نمی‌کنم چون خیلی مسخره است، ولی همین ایتالیا در داغونش توی اروپا رو بخوام مقایسه کنم با ایران به لحاظ امنیت شغلی و درآمدی واقعا بهتره، کما اینکه اینجا درآمدها بازم کمه شما کشورهای دیگه برین درآمد بهتری خواهید داشت. البته خب گرون‌تر مثلا ما اومدیم قیافه آرش گرمه یه جای سایه یه لایه سایه بعد داریم سایه ماکارونی مامان پز پشت سرمونم اون ابرا رو بگیر ابرا رو بگیر پشمشون برید اینقدر فیلم برداریم زشته که اینطورا میمیرن. این عروسی ها رو میدیم بعد کامل هم هستا همه چی کن خیارشور داریم پای من پای من بود داشتم میگفتم یک فیلم میگیری؟ آخیش خیلی حال دارم یه آقای 8 ساعتی داره راجع به پنیر صحبت میکنه. یعنی اینجا اونم که پشت خط جوابشو نمیده. احتمال داره مثلا تو یه آدمی رو ببین داره رد میشه غمگین نشسته یه جای فکر کنه راجع به داره مثلا زندگیش دغدغه‌اش یا شکست عشقش صحبت میکنه، ولی نه قطعا روی راجع به پاستا یا راجع به پیتزا داره حرف میزنه. نیست اصلا نیست 99% اینجوریه. بریم کم کم یعنی بخورم فردا بیایم بریم تو آب بعد به این ولاگ اضافهش کنیم. ولاگ یک روزه ما نه 2 روزه ما. این اولین ولاگ 2 روزه میشه در دنیا. نه بازم بوده. بعد این چیز نیست بازیگر معروف چیز هست فراری هم خیلی شمجه شبیه کریستیان بیل آره چون کریستیان بیله مثلا میبینه میزن بشونه خورد میکنه. این اولین ولاگ رو از بین بیرم بسته بسته کنیم اینو. اینجا آب داشت؟ آره
البته دیگه نمیتونیم استفاده کنیم اونجوری که بیل داره استفاده میکنه بیل کریستیانی مثلا بعد آقا جورج لکلر. آرش نوشابه فقط چی؟ چی؟ نوشابه فقط چی؟ میشه فقط پپسی. به لانا دل ری فکر کن. واه چقدر گرم شد یهو. غالبا پیشنهادهای خوبی نمیده ولی عالی بود. میدونی چی میگه بهم؟ میگه که بشینی همینجا، بعد دیدم سایه است و چتر و متر اینا، گفتم بیام بهت بگم. گفت ولی نگاه کن بخوای بشین اینجا یکم قیمتش فرق داره. گفتم چه جوریه؟ اون الان 2 یوره. با من داری حرف میزنی؟ من فکر کردم با مخاطبایی. آره جفتشه دیگه به هر حال. اونور دوربین. یعنی چی بخوای بشین اینجا قیمتش فرق داره؟ بشین اینجا زیر سایه توی همین چتراش و این داستاناش 5 یورو این. الان 2 یورو 5 یورو. بگو روبروش دقیقاً محیط آزاده. آره من میخوام جلوش برم اینو تو سایه بخورم. ازم میزنن. سوسیسه. اینجوری پول در میارن اینجا. بیا حال کن. آقا جمع کنیم بریم توی اون کوست لاین را بریم. اونجا رو دوست دارم. و بریم خونه. یه لشه ریز صبح بری دوباره سر کار. شیفت دوم کاریته. فردا همچنان ما برنامه داریم برای شما عزیزان. برنامه ها اشغال ادامه داره. نیکد پارتی. میک لاو میخوایم بکنیم. ایت پیتزا. میک لاو. آفرین شعاراشو خوب بلدی. آرش حرف پایانی امروز 22 آگوست امروز. بله. حرف پایانی برای امروز. ما فردا پس فردا یه ولاگ لختری خواهیم گرفت از خودمون. لختمون هم می‌بینی. و من قبلش باید شیف کنم. خجالت نکش. کجا تو؟ نه الان تمیز و شیکم الان. صحیح و سالم. و امیدوارم خوشتون اومده باشه. من یه چیز بگم. گزافگویی هم کردیم. این مسیر رو که الان داریم می‌بینیم اینجا واقعا این مسیر خونه‌مونه. خب پوز نیست خودش، سبک زندگی ما. این مسیر کار هر روز منه. ببین چی رو از دست دادی. یعنی با اکساشون اینجوری. دقیقاً. حالا بدبخت من رو به چی فروختی؟ حالا در ادامه اون تکمیل اون جملات و اون مبحثی که داشتیم مهاجرت اینه. ما از مهاجرت اینو می‌خوایم. اگه همچین آرامش و ویوی می‌خواین به من پیام بدین، خودم مشاوره مهاجرتی هم دارم. آقا دمتون گرم. بازم ممنون که ببینمتون. ما رو تحمل کردین. روزگارتون خوش. بدرود. بنا جرمتون.